بازدید پاک بیون سوک از پارک تکنولوژی در دوشنبه. رئیس مجلس ملی کره جنوبی پاک بیون سوک که با یک سفر کاری در تاجیکستان قرار دارد، از پارک تکنولوژی های اینواتسیونی گروه کارخانه های غیور بازدید کرد و با نتیجه کار یک از لایحه های انجام شده با شریکان کریگی کارخانه استحصال فروزانک های دیودی شناس شد. 여러 환경은 굉장히 좋습니다. تاجیکستان در جای خیلی قله جایگیر شده است. خواهش کره برای سرمایه گذاری به تاجیکستان همچنان از آن سر میزند که این دولت در مرکز آسیای میانه جایگیر است و این امکانیت وسیع برای صادرات به دولت‌های همسایه از جمله هندوستان و پاکستان را می‌دهد. همگی اینجا باید 6 کارخانه ساخته شود. همچنین ما با وزارت مهنت و شغل اهالی مموراندوم برای گشادن مرکز آموزشی زبان کوریایی به امضا رسانیدیم تا جوانان تاجیکستانی نیز این زبان را از خود کنند و در کارخانه‌های مشترک فعالیت کنند. 일을 할 수 있도록 준비를 하고 있습니다. 5 شرطنامه‌ای که ما با شریکان کریگی به امضا رساندیم تأسیس کارخانه‌های استحصال رنگ‌های اینواتسیونی با اینواتسیونی، کارخانه استحصال محصولات سنتخنیکی، کارخانه استحصال هوربچه‌ها و رخت‌های خوب و اینچنین کارخانه استحصال تجهیزات برقی برای آشخانه نقشه گرفته شده است. آنها همه لوحه‌هایی که گروه کارخانه‌های غیر به نقشه می‌گیرند آنها حتما با نظر داشته به صادرات نگرانده شده است. الحال زیاده از 12 محصولات نامگوی محصولات گروه کارخانه‌های غیر به خارج صادرات کرده می‌شوند. با نقشه داریم که سال جاری صادرات فروزانک‌های دیودی استحصال کارخانه خود را به فدراسیون روسیه و دیگر جمهوری سابق اتحاد شوروی صادرات نماییم. برای 5 کارخانه مشترک نو از جانب کره 25 میلیون دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری در نظر است و در این کارخانه‌ها 2000 جای نوی کار فراهم خواهد شد.